این اولین سوپ از چالش چند سوپ پاییزمون. سلام، من آسان پزم. خوشحال میشم به پیجم سر بزنی و آموزش‌های بیشتری رو ببینی. همه مواد رو به تیکه‌های درشت تقسیم می‌کنیم، می‌ریزیم داخل قابلمه. ادویه‌هایی که داخل کپشن گفته شده رو بهش اضافه می‌کنیم و تا جایی که روی مواد گرفته بشه بهش آب اضافه می‌کنیم. می‌ذاریم روی شعله تا با حرارت ملایم بپزه. وقتی مواد پخت، مرغ رو ازش جدا می‌کنیم، خورد می‌کنیم و بقیه مواد رو با هم میکس می‌کنیم. حالا مرغای خورد شده رو به همراه جوپرک به موادمون اضافه می‌کنیم، اجازه میدیم تا جا بیفته. 10 دقیقه قبل از برداشتن سوپ، زرشک و سبزی معطرمون رو بهش اضافه می‌کنیم و در آخر همچین سوپی با غلظت مناسب و طعم بی‌نظیر داریم. نوش جان. اگه دوستش داشتی اون قلب سفید و قرمز کن تا سوپای بعدی رو بذارم براتون.